الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. برادر سوال نمودند که آیا در حالتهای نازل شدن باران یا که خنک شدن هوا انسان نماز جماعت را ترک کرده می تواند؟ بارک الله فیکم. چخیلی که ما بیان کردیم نماز جماعت در مسجد این واجب است به مردهایی که قادر هستند به صحیح قول علما. در این مسئله دلیل ها را به شما ذکر نمودیم. اما همین نماز جماعتی که واجب هست در بعض حالت ها از انسان ساقط می شود و جایز است که انسان به نماز نرود، چگونه که اهل علم ذکر نمودند. و یکی از همین حالت هایی که عذر هست و نماز جماعت ساقط می شود نازل شدن باران، ریختن باران. کدام نمود باران؟ بارانی که لباس انسان را تر بکند و به انسان البته ضرر رساند و به راه گشتن مشقت ایجاد بکند. خیلی که الله سبحانه و تعالی در سوره حج و تفسیرش گفت و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. و ما جعل علیکم، الله برای شما در دین هیچ حرج مشقتی رو انجام نداد. یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. الله به شما آسانی میخواهد و به شما مشقتی و ازمینی رو نمیخواهد. بارک الله فیکم. پس ابن قدامه رحمه الله، ابن قدامه المقدسی در کتاب مغنی ذکر میکنند و میگویند یعذر فی ترک الجمعه والجماعه بالمطر الذي یبل الثياب. عذر داده می شود در ترک جماعت و در ترک جمعه، نماز جمعه و جماعت به سبب بارانی که لباس انسان را چی میکند؟ تر میکند. و اون لای آلودهایی که لایها و بطلاقهایی که بعد از باران انسان را اذیت میتید. مثلا شب باران شد، فردا جمعه هست یا فردا نماز جماعت است، باران ایستاد لیکن کوچه ها به نهایت لای و شدید و سخت است. در این حالت رفتن آمدن انسان اذیت میکشد. در این حالت هم اجازت است. بارک الله فیکم. و در این مسئله حدیث صحیح وارد شده است. حدیث صحیح از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده است. پس عبدالله ابن عباس رضی الله عنه در روزی که باران میبارید میگفتند باران باریده شود. البته باران بارید و به سبب همین باران نماز را در خانه‌تون خوانید. مردم از سخن عبدالله ابن عباس تعجب میکردند. تعجب کردند. عبدالله ابن عباس گفتند لقد فعل ذلك من هو خیر منی. به تحقیق این عمل را از من بهترین انسان، از من بهتر انجام داد. یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حالت باریدن باران اجازت میدادند که انسان ها در خانه هاشون نماز را انجام بدن. خیلی که اومده است الا صلوا فی الرحال، آگاه باشید نماز را در همین جایهاتون در خانه‌تون بخوانید. بارک الله فیکم. پس یکی از عذرهایی که نماز واجبیت جماعت را ساقط میکند همین چی است؟ بارک الله فیکم، باریدن باران است. اما بارانی که کم باریده شود هیچ باکی ندارد. یا که باران بارد هم به شما اذیت نمیرسد، یا باران بارد هم در حالت باران باریدن به شما اون اذیتی نرسد. بمانند اینکه شما ماشین دارید، از خانه‌تون راست به درون ماشین میشینید، میروید به سوی مسجد، اونجا خاص مکانهای موقفهای مخصوص برای ماشین است در زیر مسجد، از درون موقف راست میبرید به مسجد که هیچ مشکلی وجود ندارد. در این حالت باران سبب نرفتن شما به یعنی ساقط شدن نماز فرضی جماعت نمیکند. و این چنین بطلاق هایی که بعد از باران می شود یا که بعد از باریدن باران این لای هایی که بعد از باران این مشکلی هایی که به شما می شود امروز وجود ندارد. امروز همه جا اکثر جای ها مسجد تا در این مسجد مثلا خصوصا در دولت های عرب مثلا تازه است، آزاده است، باران بارد هم به پای شما چی نمیچسبد، لای ها نمیچسبد. اما در دهات در تاجیکستان مثلا وقتی که باران بارید در حالت باریدن باران به مسجد نرفتن و بعد از باریدن باران هم حتی یک چند وقت، یک چند ساعت یا که یک روز به مسجد نرفتن در حالتی که کوچه ها لای باشد جایز است و این از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. بارک الله فیکم.